سلام بیننده عزیز آزادی، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نوید بامداد تقدیم شما میکنیم. مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر همراهتان. امروز 24 آگوست است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها. تاجیکستان انتقال سلاح به پنجشیر را رد کرد. روسیه گفت که به مخالفان طالبان کمک نمی کند و قرقیزستان خلاصه گفتگوی مرزی با تاجیکستان را نشر کرد. مقامات تاجیکستان خبرها درباره انتقال سلاح به دره پنجشیر را رد کردند. صبح 23 آگوست تلگرام کانال هرات خبر داد که نخستین کمک‌ها برای جبهه مقاومت در دره پنجشیر از تاجیکستان برده شده است. در خبر آمده است که سلاح و دیگر مهمات به واسطه چرخبال از تاجیکستان به افغانستان انتقال یافته است، ولی مسئولین وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 23 آگوست در صحبت به خبرگزاری آزیا پلوس گفتند که خبر فرستادن سلاح از تاجیکستان به دره پنجشیر از بیخوبان به پایه است. هیچ چرخبال تاجیکستان برای افغانستان مهمات جنگی نبرده است. گفتند در وزارت کارهای خارجه پنجشیر از کمترین منطقه‌های افغانستان می باشد که تا حال از سوی طالبان تصرف نشده است. در آنجا هزارها نیروهای دولتی ضد طالبان جمع آمدند و طبق خبرهای رسیده با طالبان زد و خوردهای هم صورت گرفته است. رهبر جبهه مقاومت علیه طالبان احمد مسعود فرزند قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود می باشد. بر اساس بعضی گزارش ها رهبر طالبان به جنگجویانش فرمان داده است که به پنجشیر حمله کنند و به زور آن را تصرف نمایند. احمد مسعود گفته است که با طالبان مقاومت خواهد کرد. هر دو طرف در عین زمان تاکید کردند که میخواهند مسئله از راه گفت و شنید حل شود. طالبان روز 15 آگوست شهر کابل را تصرف کردند و حالا اکثر منطقه‌های افغانستان در نظارت این گروه است. با گذشت یک هفته از تصرف کابل، گروه طالبان تا حال حکومت خود را اعلان نکرده است. ضمناً مقامات روسیه گفتند که نمیخواهند به مسئله طالبان و مخالفانشان در دره پنجشیر دخالت کنند. دیمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه روز 23 آگوست در صحبت با رسانه‌های آن کشور گفته است که قضیه پنجشیر میتواند باعث سر زدن جنگ نو شهروندی در افغانستان شود. اظهارات پسکوف در پی آن نشر می شود که چند روز قبل سفیر روسیه در کابل گفته بود طالبان از آنها خواستند که تا میان آنها و نیروهای مخالفانشان در پنجشیر یک نوع میانجیگی کنند. روسیه در سالهای 1996-2001 به ائتلاف شمال که ضد طالبان می جنگید کمک‌های زیاد میکرد و برایشان سلاح میداد، ولی در سالهای اخیر روسیه سیاستش را در برابر گروه طالبان تغییر داد و با این گروه از چند سال به این طرف ارتباط برقرار کرده است. وزارت کارهای خارجه روسیه هرچند گفته است که طرفدار تغییر نظام در افغانستان نیست، ولی سفیر این کشور در کابل با اشاره‌های از گروه طالبان حمایت کرده است. خدمات مرزبانی قرقیزستان خلاصه گفتگوهای مرزی با تاجیکستان را نشر کرد. این گفتگوها روز 22 آگوست در ناحیه بادکن ولایت بادکن قرقیزستان برگزار شدند. به اطلاع این نهاد جانب‌ها سنگ‌پرت‌های سوی ماشین‌های قرقیزستانی‌ها در منطقه اکیتاش و خندقکنی در منطقه معروف به گلاونای را بررسی کردند. خدمات مرزبانی قرقیزستان میگوید که جانب تاجیکستان خندقکنی را در منطقه گلاونای قطع کرده است. وضع در مرز تاجیکستان با قرقیزستان متناسباً آرام بها داده می شود. رسانه ها روز 21 آگوست نوشتند که جانب تاجیکستان در منطقه تقسیم آب گلاونای با کارهای ساختمانی شروع کرده است. همچنین شب 21 و 22 آگوست در منطقه اکیتاش افراد نامعلوم سوی دو ماشین شهروندان قرقیزستان سنگ پرتابی کردند، ولی مقامات تاجیکستان تا حال در این باره رسما اظهار نظر نکردند. صادر جاباروف پرزیدنت قرقیزستان قانون درباره محافظت از اطلاعات ناصحیح یا بر دروغ را امضا کرد. مرکز مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان اطلاع داد که قانون مذکور توسط راه‌های منطقی قانونی اجرا شوی حقوق شهروندان به حفظ شأن و شرف را تأمین می‌کند.
پارلمان قرقیزستان طرح قانون مذکور را روز 28 ایول قبول کرده بود، هرچند همین طرح از سوی پارلمان یک ماه پیش از قبول شدن رد گردیده بود. ماه ایون سال گذشته پارلمان قانون درباره سوء استفاده از اطلاع را قبول و برای امضا به پرزیدنت ارسال کرده بود. روز 3 آگوست آن سال پرزیدنت پیشین قرقیزستان سооронбай جینبеков قانون را برای تغییر الوه ها به پارلمان برگرداند. در قانونی که همکنون قبول شد، حقوق و عهدهداری های هم کاربران و هم صاحبان سامانه ها و شرکت های تأمین کننده اینترنت نوشته شده است. هنگام ویران کردن معیارهای قانون، مقامات می توانند دسترسی به سامانه ها را محدود کنند. کارشناسان قرقیزستان میگویند که این قانون با کنستیتوسیون آن کشور، سازشنامه های بین الخلقی مخالفت دارد و حقوق آزادی های انسان را محدود می کند. دسته فوتبال روشن کلوب صاحب سرمربی نو شد. حدود 2 ماه قبل غیرتعلی میراحمدوف سرمربی تیم فوتبال روشن شهر کلوب پس از اختلافات در این دسته از مقامش استعفا داده بود. شماری از بازیگران و سرمربی یکدیگر را در بروز این اختلاف عیبدار کرده بودند. در دسته روشن کلوب روز 23 آگوست اطلاع دادند که همکنون نجم‌الدین طالبوف جایگزین غیرتعلی میراحمدوف شده است. این متخصص 58 ساله فوتبال تاجیک قبلا در هیئت دسته های وخش و ریگر بازی کرده است. او چند سال سرمربی دسته های فوتبال انرژتیکا و ریگر نیز بود. اختلاف میان بازیگران و سرمربی دسته روشن کلوب در اول ماه ایون بعد مساوی انجام یافتن بازی با دسته سیسکه دوشنبه به میان آمده بود. در پی این اختلاف ها روشن روز 6 ایون بازیش با دسته کوکتاش ناحیه رودکی را بدون حضور سرمربی برگزار کرد. بازیگران در یک نامه دست جمعی به مؤسسان شکایت کردند که نتیجه های سال گذشته باعث از خود رفتن سرمربی گشته در موسم نو فوتبال باعث ناکامی ها گشت. در یک مکتوب با امضای 21 بازیگر تیم روشن فوتبال بازان نوشتند که با همین سبب ها دیگر نمیخواهند با سرمربی فعلی موسم امسال را پشت سر کنند. اما سرمربی دسته گفته بود که این اختلاف نمیانی او بلکه اول از میان خود بازیگران آغاز شد. نخستین و یگانه صاحب مدال المپیک ترکمنستان در تمام سالهای استقلال این کشور پالینا گوروا عنوان ورزشکار شایسته ماشین و خانه گرفت. در این باره نشریه‌های ترکمنستان خبر دادند پالینا گوروا $50,000 منزل 3 حجره‌ای در شهر اشخاباد و ماشین نوعی لکسوس دریافت کرد. این تحفه ها را از نام پرزیدنت آن کشور نایب سروزیر ترکمنستان سردار بردی محمدوف به ورزشکار تقدیم کرد. مراسم تحفه‌سپاری روز 21 آگوست در شهر اشخاباد صورت گرفت. پالینا گوروا در مسابقه‌های المپیک روز 27 ایون در ژاپن صاحب مدال نقره شد. در 30 سال استقلال ترکمنستان این نخستین مدال المپیک این کشور می باشد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 24 آگوست را فرا می گیرد. 24 августи соли 1992 дар душанбе прокурори генерали Нуруллоҳ Ҳувайдуллоев ба қатл расид. ӯро як ҳомии оштинопазири қонун меномиданд ки ба касбаш хиёнат накард ва дар натиҷа ҳадафи тирборони ҳамлагарон қарор гирифт. аммо мунтақидонаш ӯро ба сиёсатзада кардани адлия гунаҳгор мекарданд. куштори Ҳувайдуллоев дар оғози ҷанги дохилии Тоҷикистон як амали террористӣ ва фармоишгаронашро намояндагони мухолифон номиданд. солҳои баъди қатлҳои сиёсӣ дар кишвар авҷ гирифт. 24 августи соли 2016 роҳи оҳани душанбе қурғонтепа кӯлоб ба истифода дода шуд. президент эмомалӣ раҳмон ки ҳамроҳ бо шоирони номдор муъмин қаноату бозор собир ва дигарҳо ба роҳ баромад, ин роҳро тарҳи муҳими даврони истиқлолият номид. тӯли роҳ 119 километр мебошад. дертар гуфта шуд баъзе бахшҳои роҳ вайрон шуданд. 24 августи соли 1929 нависандаи саршиноси тоҷик Пулод Толис таваллуд шудааст. нависандае ки Садриддин Айнӣ ба қалами ӯ баҳои баланд додааст, 32 сол умр дид, вале асарҳои ӯ, қиссаҳои тобистон, ҷавонӣ, афсонаи мурчаякаш то имрӯз нашр мешаванд. осори ӯ ба рушди насри тоҷик таъсири амиқ доштааст. соли 1961 ӯ дар заминаи як шикасти равонӣ худкушӣ кард. сарнавишти Толисро яке аз фоҷиаҳои адабиёти шӯравии тоҷик меноманд.
بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 24 اوگوست چنین اعلان کرده است. بیننده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. تشکر که تا آخر ما را همراه کردید. برنامه بعدی ما ساعت 13 به وقت دوشنبه و 11 به وقت مسکو تقدیم شما می شود. خود را احتیاط کنید.